سلام دوستان عزیز، نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با مهمترین مطلب ها از بازار تابستانه ترانسفری منظورتان میگردانیم. گپ اول هم البته که فرصت های اخیر فقط اطراف ریال مادرید و تلاش های بازاری آن میچرخد. جانب قیماقی بعد که در چهارمین کلاسیکو باز هم با سری خم و با یک خلط گل سر داده شده از میدان بیرون شد، پی برد که از این پس باید فکر دفاعگران را هم بیشتر کرد. نبود دفاعگران درکاری و جراحت نفرانی بودگی محض باعث آن گردید که ریال مادرید موسم را بدون جایزه جنبست میکند. بعد از اینکه این سالیان زیاد این پول حمله‌وران پرس را بر سامان برداشت، الکی این موسم معلوم کرد که نفران خطی قفای میدانی هم نباید که در دسته یتیم و بپرستار باشند. از این روی اشتباهات را فلو پرس اصلاح کرده نیست و بعد آمدن ترنت الکساندر آرنولد الکی نماینده باشگاه بورنموث خیسن هم به مادرید می آید. الکی گفته می شود که با دفاعگر مرکزی 20 ساله بورنموث دین خیسن لوس بلانکوس در مورد خریداری به موافقه رسیده ارزش گزارش بر عوض 50 میلیون پوند 59.3 میلیون یورو در 3 قسمت پرداخت کرده می شود. از این مبلغ 10% به یوونتوس و 5% به مالاگا می رود. قید کرده می شود که ریال مادرید در مبارزه برای خیسن بر چلسی و لیورپول لندن زور برآمد. قبلا خبر داده شده بود که فوتبال باز 20 ساله نیت دارد بر ریال مادرید گذرد و پیشنهادهای دستای دیگر را رد می کند و یکی از نفرانی خواهد بود که در موسم‌های آینده تلاش می کند تا دسته فلیک و دروازه ریال گل‌های هرچه کمتر زند. سابق بازیگر دستان ریال مادرید رونالدو 40 ساله میتواند به اروپا برگردد و در سپورتینگ خدمت به وطن نماید. حمله‌ور النصر کریستیانو رونالدو بعد از اینکه در دوام بیش از 2 سال در زمین سعودیان از 11 جایزه احتمالی محروم شد و قول دلش از پولهای زیاد این سرزمین هم خنک شد. گفته می شود که پرتغالی دستان تابستان سال جاری می تواند به اروپا برگردد. خلاص که با رفتن گلزن رکوردگذار از تیم لیسابونی دستپرور آوازه‌دار این دسته می تواند بازگشت به وطن نماید و در زمین خودی خدمت‌های شایانه داشته باشد. با احتمالات زیاد رونالدو در چنین سن سال دیوکرش را به پورگی عوض کردن نمیتواند و اگر سپورتینگ دقیقاً رونالدو را برگردانده خواسته باشد پس در مورد جایزه و رقابت‌های سازگار باید که اندک تنفس بگیرند، زیرا این مردک اگر در دسته سعودی اتوبوس را پر از جایزه کردن نتوانست پس در اروپای پرقدرت در چنین سن سال چی کاری بزرگ را میتوان کرد. ولی از جانبی دیگر 33 گل و 4 ارسال گلی او در 39 بازی پرلیگ سعودی کلاً از چیزهای دیگر میگویند. وقتی از آغاز گپ سری ریال رفت پس بیاید وقتی سخن سری دسته شانه اندک توقفی بیشتر میکنیم. الکی معلوم است که سرمربی ایتالیایی ریال مادرید کارلو آنچلوتی به منتخب برزیلیا می رود و معلوم هم شده است که آنجا به دون کارلو خودی کاکای دستان کمک خواهد کرد. در آمد گپ کارلو آنچلوتی اولین مربی خارجی در تاریخ منتخب فوتبال برزیلیا گردید. از خودی بایر باشد چند پیش خابی الونسو رفت و دقیقاً این چهره محبوب قیماقیان البته که به ریال مادرید آمد. یعنی میتوان گفت که سابق بازیگر نامدار مادریدیان سر از موسم نوین لوس بلانکوس را تمرین میدهد. مهلت شرطنامه خابی الونسو با ریال مادرید تا تابستان سال 28 مهلت داشته. طبق نقشه پیشکی او باید کار را در ریال پیش از آغاز قهرمانی جهانی باشگاه سر کند. مربی 43 ساله‌ای که با کارنمایی‌اش در بایر نشان داد که برای تمرین ریال بر این دسته ها الکی به قول پخته رسیده است، سر از موسم نوین تلاش می‌کند که دسته بزرگی شاهانه را از آن شرمندگی‌های پیشی بارسلونای مقتدر به زودی بیرون برآورد. در ریال همچنین موضوع جنجالی و قابل بررسی این ناراضگی‌های رودریگو میباشند. الکی خبری برآمد که بازیگر برزیلی با بهانه ناراضگی از موقع خود دیگر نمیخواد با وینی جونیور و امباپه به میدان برآید. در آمد گپ نسبت این بازیگر خریداران 100 میلیونه هم زیادند و اگر او واقعا هم دیگر شامل سیستم دسته پرس بودن نخواهد در بازار خریدار پیدا میکند. ولی چطوری سپس خود رودریگو سخن کرد؟ همه این آوازه و دروازه اطراف او به قول فیک بوده است و او در مورد نرفتنش کلاً آرام است. ممکن این آرامی رودریگو خود آرامی پیش از طوفان باشد و طوفان ترانسفری با اشتراک رودریگو در تابستان هم بازار را ترک کنیده باشد.
در زمین آلمانیان باشد، اگرچه که بایر تا حال مربی ضروری پیدا نکرده است، ولی یورگن کلوپ برای اربی لیپزیگ فعالانه مربی میجوید. بیشتر اگر میگفتند که کلوپ میخواهد خود آنری را به صف ردبول بیارد، ولی اکنون باشد خبرها کلاً دیگرند. رهبر جهانی عملیات فوتبالی شرکت ردبول یورگن کلوپ سرمربی کومو سسک فابریگاس را به کار دعوت کرد. از این تیم برای عوض مارکو روزه که در آخر ماه مارس از کار رانده شد، جایگزین دائمی فابریگاس میتوان شود، زیرا نتیجه‌ای که مربی اسپانی در چمپیونات ایتالیا نشان داد واقعا هم نه تنها کلوپ بلکه فوتبالدانان دیگر را هم به وجد آورده است. خلاص که فابریگاس به آلمان آمده میتواند یا نه، فرصت و زمان نشان میدهد، ولی اینش انیق است که کلوپ مدام قرارهای کامل و درست میبرارد. همزمان بایر لیورکوزن میخواهد که بازیگر کلیدی خویش فلاریان ویرتس را به من سیتی فروشد، زیرا هرچند که پیوندان فلاریان خواهان گزارش او به باواریا هستند و کار در این راستا قریب که حل شدگی بود، ولی باواریا در بازار اندک سختی کرد. من سیتی برعکس میخواهد که از برای ویرتس 150 میلیون سپارد و او را برای عوض کوین دی بروینه در میدان پیشوا تعیین کند. بازیگر 22 ساله باشد موسم جاری در تمام مسابقه ها 44 بازی گذرانیده، با زدن 16 گل و ارسال 15 پرتافت گل‌آور دست یافته است. شرطنامه کاری فوتبال باز با باشگاه تا تابستان سال 27 مهلت دارد. خلاص که من سیتی با ارزش فایده‌ناکتر برای خریدار میتواند در بازار چون هر وقت گپزنی اساسی باشد. یک نفر دیگری با استعداد داروسازان از لیورکوزن باشد. در لیورپول خودی ترنت را عوض کردن است. اینجا گپ سری فریمپونگ می رود که برای عوض 40 میلیون یورو می تواند به صف دسته سلات گزارش انجام دهد. اگر دقت کرده باشید اینجا نه گپ سری فریمپونگ از ریگر می رود، بلکه این هم فریمپونگ آوازدار از دسته خابی الونسو است. خلاص که قهرمانان فعلی انگلیا به زودی عوض کننده ترنت را در آلمان پیدا نموده، با ارزش 40 میلیون یورو و شرطنامه تا سال 2030 بازیگر هلندی را به انفیلد می‌آورند. این دفاعگر اصلا 9 سال چون دستپرور سیتی بوده، در صف شهریان در سابقه‌های چون پرمیر لیگ انگلیس جوانان و لیگ جوانان اویفا برآمد کرده است. از این پس باشد او در صف خود دشمنان سیتی میدانداری میکند. عوض کننده ترنت بودن او وریانت اولی است یا که ترنت بهتر بود، البته در مسیر زمان معلوم می شود. یک گپ دیگری مربوط به کارهای بازاری فوتبال انگلیسی البته ناراضگی چلسی از بازی جیدون سانچو می باشد. در آمدی گپ سانچو هم دستپرور من سیتی بوده، یک زمان بعد ناراضگی ها از پپ آواره و سرگردان هم شده بود. مخصوصا گزارش او به امیو دیگر برایش کلی آفت و بلاها را به میان آورد و دیگر برایش تا حال در زمین فوتبالی چیز فایده نمی کند. اکنون باشد دسته اجاره‌گیرش چلسی هم آماده پرداختی 5 میلیون فونت است تا امیو دیگر باره سانچو را باز پس بگیرد. یعنی این معنای آن را دارد که کبودها از اجاره‌گیریش سخت پشیمانند. طبق شرط‌های اجاره‌ای باشگاه لندنی باید که سانچو را بر عوض 25 میلیون فونت استرلینگ در آخر موسم خریداری می‌کرد و در صورت اجرا نکردن شرط 5 میلیون جریمه سپارد. اکنون چلسی برای نخریدن سانچو راضی است که از 5 میلیون خزینوی خلاص شود و سانچو را در ادامه برایش دردسر نسازد. از یک طرف باورناک کردن است که سانچو چون نگینی انگشترین در بروسیا دورتموند به زودی اینقدر بی‌قدر و خوارزار در بازار می شود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.